سلام، من حمیده کامکار هستم. با من از نقاشی لذت ببرید. دوستان عزیز و همراهان گرامی من، خیلی ممنون میشم که ویدیو رو لایک و سابسکرایب کنید، با من همراه باشید. من دوباره اینجا رو چسب زدم که این خطامو صاف بکشم و این تا پایین صاف و یک دست در بیاد. خب رنگ آبی و سفید رو مخلوط کردم. اینجوری دیگه خیالتون راحته. من این فاصله رو هم از لبه بومم در نظر گرفتم که فاصله و اندازه ها رعایت بشه. تا پایین ادامه میدم. صبحی که با این تا منظره قشنگ شروع بشه عالی. خب این از این یکی برم سراغ این طرف. اینجوری دیگه با خیال راحت نگران این که خطتون کج میشه نیست. اینجوری خیالتون راحته که یه خط صاف و درست داری میکشید. خط اینجا رو کامل مشخص میکنم که من باید بذارم خوشه و کامل میشکارم. خب من باید دیگه روی لبه ها رو کامل کار میکنم که از دریا جدا باشن. دوباره میاد اینجوری یه خط صاف داریم.
خب اینم تا اینجای کار. حالا اینا رو هم انجامشون بدم. اینا رو من هم اول مشخص کرده بودم جاشون و اندازه‌شون. خب اینم از پنجره ها. تیزی اینا رو هم میگیرم. اینجا تیز نیست، اینا بغل صاف. خب اینم از پنجره تا اینجا. حالا مونده ببرم سراغ سایه گذاری. خیلی ممنونم که تا اینجا با من همراه بودی. لایک و سابسکرایب یادتون نره. تا ویدیوی بعدی.